خب در این بخش میخوایم بار باد رو به دست بیاریم. همونجوری که گفتم برای به دست آوردن بار باد شما باید سرعت مبنای باد رو داشته باشین. با توجه به سرعت مبنای باد دارید فشار مبنای باد رو به دست بیارین. فشار مبنای باد رو داخل فرمول مربوطه بذارین و فشار باد رو به دست بیارین. این فشار باد رو ضرب در سطح جانبی ساختمان بکنین تا بار باد یا نیرویی که باد بر روی سازه وارد میکنه رو به دست بیارین. خب اولین بخش باید شما برین سرعت مبنا رو به دست بیارین که سرعت مبنا با توجه به اون شهری که شما داخلش دارین طراحی میکنین به دست. سرعت مبنای باد V سرعت متوسطی ساعتی باد در ارتفاع 10 متر از سطح زمین در منطقه مسطح و بدون مانع است که بر اساس آمار موجود در منطقه احتمال فراگذشت از آن در سال کمتر از 2% باشد. یعنی در هر 50 سال یک بار اتفاق میفته. سرعت مبنای باد برای مناطق مختلف در جدول 6-10-1. این جدول 6-10-1 صفحه 99 هستش. بر حسب کیلومتر بر ساعت ارائه شده است. برای مناطقی نام آنها در جدول سرعت مبنای برابر با نزدیکترین ایستگاهی که نام آن در جدول آماده است اختیار گردد. برای ساختمان‌هایی که بنا به اهمیت شکل آنها توپوگرافی منطقه نیاز به تامین اطمینان بیشتر برای طراحی در برابر باد باشد، سرعت مبنا باید بر اساس مطالعات آماری تعیین بشه. پس این شد سرعت مبنا که تو جدول صفحه 99 هست. فشار مبنا چیه؟ فشار مبنای باد فشاری است که باد با سرعتی برابر با سرعت مبنای باد بر سطح عمود بر جهت وزش باد وارد می‌کند. یعنی اگه جهت باد به این سمت باشه بر سطح عمود میشه این سطحی که بهش اعمال میشه. مقدار این فشار با استفاده رابطه زیر حساب می‌شود. Q مساوی با 3.613 V به توان 2 که در این رابطه V سرعت مبنای باد بر حسب متر بر ثانیه و Q فشار مبنای بر حسب کیلو نیوتن بر متر مربع است. این دیمانسیون ها رو دقت. تو اون جدول 6-10-1 صفحه 99 فشاری هم که فشار مبنای باد بر اساس سرعت مبنای باد هم حساب شده و ارائه شد. گفتیم حالا این با دو نوع نیرو داره اعمال میکنه، یا فشار یا مکش خارجی به وجود میاره یا فشار یا مکش داخلی. فشاری که باد بر روی ساختمان میاره گفته با این فرمول P حساب میشه. IW Q CA CT CP CG CD. همه این فرمول ها رو، همه این پارامترها اینجا تعریف شده. و اگر نگاه کنید اینجا رو، فشار یا مکش خارجی اگر برای سیستم با اصلی باربر باشه شما باید اینجا به جای CP از CP استفاده کنید. ولی اگه جزئی از سطح خارجی ساختمان باشه از CPS مثل پوشش و نما CPS رو باید استفاده کنید. این اولین تفاوتی که به وجود میاد. خب تک تک این پارامترها رو اینجا تعریف کرده. خود P فشار یا مکش خارجی استاتیکی در جهت عمود بر سطح است که در حالت فشار به سمت رو به سطح و در حالت مکش به سمت خارج از سطح عمل میکنه. IW ضریب اهمیت باده که صفحه 8 مشخص میشه. Q فشار مبنای باده که از صفحه 75 شما اون بالا اون رابطه میتونید به دست بیارید. از جدول صفحه 99 هر کدوم اینا رو میتونید استفاده کنید. CE ضریب اثر تغییر سرعته که صفحه 77 این بند اومده توضیحاتش میبینید. ضریب پستی بلندی صفحه 78. ضریب اثر تندباد از صفحه 80 الی 83 هستش. ضریب فشار صفحه همزمان با CG ارائه شده صفحه 80 الی 83 هستش و ضریب همراستایی صفحه 96 راجع بهش صحبت شده. شما صفحاتش داشته باشین که هر کدوم از این پارامترها رو کجا باید بیاریم بررسی. اگر فشار یا مکش داخلی باشه از فقط این دو پارامتر عوض میشه، CPI و CGI عوض میشه که CPI و CGI دوباره صفحات 80 الی 83 هستن. ضریب اثر بازشو هم که صفحه 95 راجع بهش صحبت شده. فشار یا مکش داخلی PI که حساب میشه اندیسه آی خورده اینترنال هستش. خب بعد از اینکه فشار باد رو به دست آوردیم حالا نیروی باد رو می‌خوایم حساب بکنیم. بار خالص باد FT برای کل ساختمان یا اجزای پوشش ساختمان
از جمع جرمی حاصل به فشارها یا مکش‌های داخلی و خارجی وارد بر سطوح ساختمان در مساحت سطوح ساختمان به دست می‌آید. یعنی پی ضرب در آ که سطح جانبیه میشه نیرو. جی از 1 شروع میشه تا n. پی آی جی این داخلیه، اینترناله، این بخش خارجیه. به شما نیرو رو میده. فشار داخلی ضرب در سطح، آی هم که سطح دیگه، آی جی هم سطح. نیروی باد حاصل بر ساختمان مشخص میشه. حالا دونه این پارامترها رو تعریف کرد. ضریب سی ای چیه؟ ضریبی است که اثر تغییرات سرعت در ارتفاع ساختمان را متناسب با تراکم ساختمان‌های اطراف نشان میدهد. ارتفاع مبناش چجوری حساب میشه؟ این تعریفش مهمه. ارتفاع مبنا که در ضریب سی ای به کار میرود، گفتیم در ارتفاع 10 متریه. حالا اینجا اومده تعریف کرده چجوری حساب میشه. الف برای ساختمان‌های منطبق بر بند 6 تا 8 حالا جلوتر می‌بینیم این بخش یا پیوست 6-4 که دینامیکی هست، مقدار ارتفاع مبنا در سمت رو به باد برابر با ارتفاع نقطه نظر از سطح زمین برای سمت پشت به باد نصف ارتفاع کل ساختمان و برای بام و بدنهای جانبی معادل ارتفاع کل ساختمان. ب برای ساختمان‌های منطبق بر بند 6-10-9 این بخش Z برابر به متوسط ارتفاع سقف یا 6 متر هر کدام که بزرگتر است اختیار می شود. چنانچه زاویه شیب سقف کمتر از 7 درجه باشد می توان ارتفاع پاشیف را به عنوان ارتفاع مبنا اختیار کرد. در هر حال ارتفاع مبنا نباید کمتر از 6 متر اختیار شود. همشون در خصوص Z داره صحبت می‌کنه که پ برای هر یک از اجزای متصل به ساختمان مقدار Z برابر ارتفاع آن جزء از سطح زمین منظور می شود. ت در فشار داخلی ساختمان ها 1 چنانچه باز شد در سمت غیر از رو به باد بوده و روی وجوه داخلی ساختمان نیروی مکشی ایجاد شود، Z معادل ارتفاع کل ساختمان. پس باز شد در سمت غیر از رو به باده و روی وجوه ساختمان در مکشی داده که Z میگه ارتفاع کل ساختمان. چنانچه باز شد در سمت رو به باد باشد و فشار داخلی ایجاد شود، Z معادل ارتفاع بالاترین باز شد در وجه رو به باد منظور می شود. در جهت اطمینان می توان فشار داخلی را با ارتفاع کل ساختمان محاسبه نمود. فشار داخلی. خب دیدین چند تا تعریف داد. دونه دونه این تعریف ها رو حالا ببینید. مثلا برای الف بخش 6-8 آورده. بریم بخش 6-8 رو نگاه کنیم. اینجا می‌بینید در جهت رو به باد و در جهت پشت به باد ضرایب آورده، ولی سی پی و سی جی رو مشخص کرده و تعریف رو به باد و پشت به باد شما اینجا میتونید ببینید. تو بخش 6-10 نگاه کنید. در خصوص ساختمان‌های با شیب‌های دو طرفه یا دندانه‌ای صحبت کرد. گفته تا 7 درجه طبق شکل 6-10-6 که اینجا جلوتر این شکل رو آورده. این تعاریف رو باید داشته باشین که ارتفاع Z رو با توجه به این تعاریف شما بیاین حساب بکنید و CAE رو با توجه به این فرمول حساب بکنید. Z دهم به توان 2 دهم که بزرگتر مساوی 9 دهمه. در نواحی باز، در نواحی پرتراکم CAE 7 دهمه، Z 12 به توان 3 دهم که بزرگتر مساوی 7 دهم باشه. پس با توجه به این تعاریف شما Z رو حساب میکنید، یعنی برآورد میکنید، داخل فرمول CAE قرار میدید. حالا میخواد نواحی باز باشه یا پرتراکم، CAE رو حساب میکنید و این CAE رو داخل این فرمول قرار میدید. داخل فرمول PI قرار میدید، ضرب در صد میکنید، نیرو به دست میاد. پس اگر CAE رو به تنهایی خواستن یک سوال ساده است و به راحتی میتونید حل کنید و اما جفتشون نمیتونید با هم دیگه حل کنید. فشار مبنای بادم برید دوباره ادامه همون حل کنید. یه سری هم نواحی بینابینی محیطی داریم، نه باز هستن نه پرتراکم. میگه چنانچه ناهمواری زمین در سمت رو به باد ساختمان در فاصله بیشینه 1 کیلومتر یا 20 برابر ارتفاع ساختمان بین دو حد ناحیه باز و ناحیه پرت تشخیص داده شود، مقداری از درونیابی مقادیر 6-10 و 6-6، یعنی این دوتا
به دست میآید. میگه بینابینیه دیگه. خب این ضریب CA اولا پس Z رو میرید حالت الف ب پ ت بررسی بکنید که ببینید کدوم کیه، با توجه به اون Z رو به دست بیارید. Z رو داخل فرمول قرار میدید، CA به دست میاد. حالا باید ببینید ناحیه بازی یا پرتراکم یا بینابینیه. دومی ضریبی که تو فرمول وجود داره ضریب پستی بلندی CT. میگه چنانچه سازه یا ساختمان در بالای تپه پرتگاه یا سینه‌کش منفردی با شیب متوسط H به 2LH باشد، میبینید HH به 2LH بیشتر از 10% قرار گرفته باشد، در نواحی پایینی ساختمان یا سازه سرعت باد افزایش می‌یابد. این افزایش در نواحی نزدیک به رأس تپه یا پرتگاه زیادتر از نواحی دیگر است. در شرایط معمولی CT مساوی با 1 خواهد بود. نگاه کنید پرتگاه یا سینه‌کش، اینجا رو نگاه کنید دلتا اس وی زد بیشتره، خودش گفته دیگه در نواحی پایینی ساختمان وی زد اینجا کمتر از نواحی پایینی ساختمانه. این افزایش در نواحی نزدیک به رأس یا پرتگاه زیادتر از نواحی دیگر است. می‌بینید اینجاها سرعت بیشتر از اینجاست. حالا میگه مقدار ضریب پستی بلندی میگه از این ضابطه به دست میاد. 1 به علاوه دلتا اس تقسیم از CH در 1 به علاوه دلتا اس. دلتا اس میگه آقا از این فرمول بخون. دلتا اس میبینید بالای تپه یا پرتگاه. دلتا اس میگه اینجا قرائت کن، داخل این CT قرار بده و حساب میشه. دلتا اس هم گفته از اینجا استفاده کن. دلتا اس ما 1 منهای قدر مطلقی کا LH ای به توان منفی آیز تقسیم بر LH. این فرمول فقط کلیاتش رو بدونید که اینجا ارائه شده، نیازی نیست اینو یاد بگیرید. این از این چیزهای سختیه که ازش فاصله بگیرید و فقط اون دلتا اس ماکسش رو بدونید که با توجه به کاهای مختلف چجوری به دست میاد. این جدول 6 10 2 میشه. تپه ممتد دو بعدی دلتا اس ماکس اگه این رابطه باشه برای کاهای مختلف ایکس های مختلف کاهای مختلف به دست میاد. اینجا میتونید قرار بدید و دلتا اس رو به دست بیارید. این از اون رابطه های سختیه که تو آزمون هم احتمال زیاد سوال ازش نمیاد. ضریب بعدی که وجود داره CP و CG هست. ضریب اثر تندباد و فشار هستش. معمولا CP و CG هستن و ترکیب این دوتا گفته میشه داخل این فرمول. خب ضریب اثر تندباد و فشار برای ساختمان مستطیل شکل با وام تخت و نسبت ابعاد بیشتر از واحد یا ارتفاع بیش از 20 متر، چنانچه ارتفاع ساختمان بیش از 20 متر یا بزرگتر از بعد کوچکتر ساختمان باشد، ضریب اثر تندباد به شرح ذیل محاسبه می شود. پس بعد اول این شرایط داشته باشن تا CP و CG رو ببینیم. ضریب اثر تندباد مقدار CG به شرح ذیل برای محاسبه نیروی کلی خارجی ساختمان CG 2، برای محاسبه نیروی وارد بر اجزای پوشش نما CG 2.5. برای محاسبه فشار یا مکش داخلی مقدار CGI رو میتوان به صورت محافظه‌کارانه برابر با 2 اختیار نمود. مقدار دقیق ضریب CGI متناسب با حجم سطح بدن و وام آن از رابطه فلان حساب می شود که در آن ویسب حجم داخلی ساختمان بر حسب مکعب آ مساحت کل منافذ و بازش‌های بدنه خارجی ساختمان بر حسب متر مربع. CGI برای فشار مکش داخلی میگن این رابطه حساب. ضریب فشار خارجی CP و CP استار، گفتیم CP استار برای فشار مکش داخلی هست. ضریب فشار CP برای تامین نیروهای وارد بر سازه بارور اصلی در شکل 6 10 2 داده شده است. نگاه کنید برای جهت رو به باد با توجه به ارتفاع و عرض ساختمان کمتر 25 درصد CP رو داده 6 دهم، HD از 25 صدم تا 1 باشه میبینید دی عرض ساختمانه، عرض بعد مخالفشه ها. یعنی چی؟ یعنی اینکه اگه این یک سازه سه بعدی باشه اینجا W هست، اینجا D هست. باد داره از این وجه میوزه به این ساختمون. اون وجهی که بهش اعمال میشه که W هست، همون عرض موثر ساختمان هست. H به W بزرگتر از 4 باشه میگه روش تحلیل دینامیکی بزن. D عرضیه که موازی با باده. ببینید H به D کمتر مساوی 25 سانتی متر CP های مختلف به ما داده.
در جهت پشت به بادم دوباره با HPD های مختلف رقادر 0.2 27 و نیم رو ارائه کرده. نگاه کنید دی جهت مخالفه، اینجا میبینید CAP تو جهت های مخالف رو منفی 7 ارائه کرده. توی پشت مو CAD رو برابر با منفی 1 اعلام کرده. HPD اگه بزرگتر از 1 باشه، HPD کوچکتر از 1 باشه، مقادیر مختلف رو ارائه کرده. اینم ضریب فشار برای بارگذاری سازه است. D و W به ترتیب ابعاد پلان ساختمان در راستای جهت باد، عمود آن در سطح زمین است. ضریب CD نشان داده شده در سمت رو به باد زمانی که جهت باد عمود بر دیوار باشد قابل اعمال است. برای تعیین حالت بحرانی بارهای وارد بر ساختمان باید ترکیب فشار خارجی و داخلی ساختمان با هم مورد ارزیابی قرار گیرد. یعنی هم خارجی هم داخلی باید با هم اعمال کنیم. حالا برای طراحی اعضای پوشیده CAP ستاره رو باید حساب بکنید. برای CAP ستاره که باز دوباره برای چیزها جهت رو به باد دی رو ارائه کرده و برای اون فاصله ها ارائه کرده. گفته در گوشه ها CAP، در گوشه ها CAP رو بگی منفی 1.2، در جاهای دیگه گفته مثبت منفی 9 بگی. در جهت پلان هم اینو آورده ارائه کرده که تا کجا این تأثیر رو بذاره. برای مثلا این 1/10 دی CAP رو میگه منفی 1.5 بگی، برای گوشه ها میگه CAP استار منفی 2.3 بگی. اگه المانی اینجا تو این هاشور خوردگی قرار داشته باشی میگه با CAP استار منفی 2.3 حساب کن. برای جهت رو به باد CAP استار میگه منفی 1.5 بگی، تو بازه 1/10 دی اونو حساب بگی. اینها دیگه عرض مؤثر نوارهای برای مکش موضعی 1/10 دی می باشد. در بام ها و محل برخورد دو نوار عمود بر هم CAP استار منفی 2.3 می باشد. اما چنانچه جان پناه بام نوار بیش از 1 متر افاده شد، ضریب CAP استار رو میگه منفی 2 در نظر بگیر. ضریب CAP استار برای ترکیب خاص اجزا میتونه بیش از منفی 1.2 باشد. در گوشه به منفی 1.4 CAP استار افزایش پیدا کرده و نیز از 1/10 دی اون نوار بارگذاری به 2/10 دی افزایش پیدا کرده. ضریب CAP استار فقط در نواری به عرض 1/10 دی به کار می رود و در سایر نواحی ضریب مثبت منفی 9 باید استفاده کنیم. ضریب CAP استار برای ساختمان‌های با بام پله تخت در بند 6-10 تعریف شده است که گفتیم باه کنگره‌ای و ضریب دار اونجا اعلام شده، شیب دار. ضریب اثر تندباد برای ساختمان‌های با نسبت امدادی کمتر از 1 و ارتفاع کمتر از 20 متر. برای ساختمان‌های با ارتفاع کمتر از 20 متر و نسبت ارتفاع به عرض کوچکتر از ساختمان کمتر از 1، بیشینه حاصل ضرب فشار و تندباد در شکل‌های 6-10 4 تا 6-10 ارائه شده است. یعنی صورت از این بعد در صورت استفاده نباید ضریب CAG جداگانه منظور شود. به خاطر همین CAP و CAG رو میذاره کنار که معمولا ساختمان‌ها برای تو این حالت حاکم هستن. ساختمان مثلا 5 طبقه روی پیلو. برای محاسبه ضریب CAPI، ضریب فشار داخلی میگه به بند 6-10-11 مراجعه. شما باید ببینید که برای کجا میخواد نسبت ابعادی چیه، اون شرایط رو به دست بیارید بعد برید حساب. برای CAP و CAG برای فشار مکش جزئی برای پوشش نما میگه به شکل 6-10 مراجعه. ضریب اثر تندباد رو اجزای پوششی بام برای محاسبه فشار مکش جزئی میگه برای این حالت‌ها در نظر گرفته الف زاویه شیب بام کمتر از 7 درجه میشه شکل 6-10-6 میشه این شکل. صفحه 89 جلوش بنویسیم که داشته باشیم. صفحه 6-10 صفحه بعد بود، 6-10 بکنم صفحه 90 میشه. 6-10 صفحه 91 و 6-10 صفحه 92. 6-10-91 جلوشون بنویسیم که سرآزمون به راحتی بتونید تست رو پیدا کنید. صفحه 91 صفحه 92 6-10 هم احتمالاً صفحه 94 هستش. بریم با هم دیگه ببینیم و اینجا جانمایی کنیم که بعداً به راحتی پیدا کنیم. 6-10 صفحه 93
ضرایب مثبت CPCG به معنای نیروهای رو به سطح فشار و منفی به معنای نیروی خارج از سطح مکش است. کلیه اجزای پوششی نما باید برای هر دو حالت فشار و کشش طراحی شود. برای تعیین بحرانی‌ترین مقدار فشار یا مکش روی اجزای پوششی نما، فشار و مکش باید طبق بند 6-10-4 محاسبه شده و جمع این مقادیر در رابطه 6-10 رو ملاک طراحی قرار کنید. طبق بند 6-10-4 همون بندی که بالا میرفتیم حساب میکردیم. عرض نوارهای کناری ساختمان در همه حالا برابر با کمترین مقدار 10% کوچکترین بعد افقی ساختمان یا 40% ارتفاع پاشیش منظور می شود. این عرض در حالها نباید کمتر از 4% بعد افقی کوچکترین بعد افقی ساختمان یا 1 متر اختیار شود. اینا تعاریفی است با توجه به اون بند شما این استفاده میکنید. مثلا اینجا نگاه کنید، اومده ضرایب CPCG ترکیبی رو داده که اگر گفته از این بند استفاده کنید دیگه نمیتونید شما CAG رو جداگانه استفاده کنید. مثلا شیب سقف رو داده 0 تا 5 درجه. برای کدوم جهت؟ مثلا واسه جهت 1 سطح 1 اینجا گفته ضریب CAP ضرب در CAG در هم ضرب بشه رو بگیر 75%. اگر شیب سقف تا 20% باشه این CPCG رو میگی بگی 1. اگه واسه جهت مثلا 4 میخواین شما بکنید میشه منفی 0 تا 5% منفی 55%. جهت 4 رو نگاه کنید چون پشت به باد هست میگه آقا یه مکشی اینجا، این باد اگه از سمت 1 بوزه میبینید جهت وزش باد توی سطح 4 یه مکشی به اندازه 55% رو ایجاد میکنه. مثلا اگه شیب سقف 30 تا 45 درجه باشه در جهت 3E روی این سطح نگاه کنید یه منفی 1 یعنی یک مکشی به وجود میاد. توی 2E یه فشار نیم ایجاد میکنه، این بادی که از این جهت داره حرکت میکنه. اینا ترکیبی از CPCG. این دوتا ضریب در هم ضرب شد. مثلا نگاه کنید تو شکل 6-10-4 جهت باد این وره، این سری تو جهت بالایی تو این سمت بود، حالا این وره در جهت عمود قرار داده. نگاه کنید میگه 0 تا 90 درجه ضریب همینایی که اینجا میبینید. مثلا تو جهت نگاه کنید میگه اصلا من به شیب سقف کاری ندارم. وقتی جهت باد در این راستا هست ضریب CPCG در جهت 1 میشه منفی 8، یعنی اینجا مکش به وجود میاد. تو جهت 4 چی؟ تو جهت 4 هم باز میبینید مکش به وجود میاره، با هم دیگه برابر هستن، فرقی براش نمیکنه. میگه در جهت 2 و 3 چی؟ تو جهت 2 و 3 هم نگاه کنید تو جهت 2 منفی 1 و 3 هم مکش به وجود میاد، تو جهت 3 منفی 1 به وجود میاد 3E. تو خود 3 هم ببینید منفی 7 هم به وجود میاره، اینجا 3E اونجا 3 هست. تو جهت 6 منفی 55 یعنی این پشت هم مکش، ولی فقط ببینید تو جهت 5 و 5E که به سمت خودش هستن داره چیکار میکنه؟ فشار به وجود و ضریبش مثبت. ببینید 5 و 5E ضریب مثبت داره. این تفسیر این ضریب CPCG که براتون مهمه که در جهت رو به باد فشار و در سایر جهات داره مکش به وجود میاد. این نحوه خوندن این CPCG ممکن سر آزمون ازتون سوال بشه، اما اینکه از اینا بخواید استفاده بکنید واقعا دیگه خیلی باید کار بکنید که بتونید باد رو در نظر بگیرید. حالتهای بارگذاری الف و ب به ترتیب جهت وزش باد همسو با شیب بام و عمود بر آن را نشان می‌دهد. ببینید این حالت ب رو داره نشون میده، اینم حالت الف رو داره نشون میده. ببینید این ب این الف. میگه این دوتا بارگذاری که نشونتون دادیم ضرایب CP تو جدول هستش و از اونها استفاده کنید. میگه برای زوایای از شیب بام که در جدول نشون مقادیر CP از درونیابی به دست میاد. مقادیر مثبت به معنای فشار و مقادیر منفی به معنی مکش میباشد. در طراحی پی ساختمان کافی است 70% نیروی مربوط به باد منظور شود. اینم یه نکته‌ای بود که استفاده کنید. برای محاسبه CAE ارتفاع مبنای بام متوسط ارتفاع پای شیب و ارتفاع حداکثر بام بوده و باید حداقل 6 متر منظور شود.
در بام‌های با زاویه کمتر مقدار h برابر با ارتفاع پای 6 یا حداقل 6 متر است. این میگه توی این شکل سی ای رو شما حداقل 6 در نظر بگیرید، مگر اینکه ارتفاع پای 6 باشه. بعد من راجع به بارگذاری ها صحبت کرده که به چه مقداره، که زیاد مهم نیستن. تو حالتی که برای دیوار پوشش نمای سوله ها گفته چی؟ ضرایب سی و پی سی جی، اینو ببینید سی پی در سی جی هستش. میگه برای هر زاویه شیب بام میتوان استفاده کرد. چیز خاصی نداره، فقط قرائت سی پی سی جی ها هست. این برای کجاست؟ این برای اینه که مربوط به نواحی طره بامه. مربوط به نواحی طره بامو میگه از اینجا حساب بکنید که زیاد اهمیتی نداره. خواندن ضرایب سی پی و سی جی هست. حالا توی بام های کنگره‌ای نگاه کنید، دوباره اشکال داده. شما با توجه به توضیحات سی پی و سی جی رو میرید قرائت میکنید. بام های شیفتر یک طرفه شما میتونید سی پی و سی جی رو قرائت بکنید. اینا هم زیاد مهم نیستن، تا حالا ازشون سوال نیومده و اگه بخواید درگیر اینا بشین واقعا بقیه سوالا رو از دست میدید. ضریب همراستایی رو صحبت کرده، گفتیم آقا احتمال همراستایی جهت باد وجود داره. میگه که بجز در ساختمان و حالت زیست سی دی رو شما همیشه 85 صدم اختیار کنید، مگر این حالت پایین اتفاق بیفته. تو دو تشا میگه با مقطع مربع بگیر 9 دهم، با مقطع دایره 8 سلی بگی 95 صدم سی دی رو. پایه‌های انتقال نیرو مقطع مثلث و مربع مثلث میگه بگی 85 صدم، سایر مقاطع رو میگه 95 صدم بگی. سی دی ضریب همراستایی بیا اثر بده. بخش بعدی بارگذاری بخشیه که میان به شما حالت مختلف بارگذاری بخشی رو ارائه میکنن. شما فقط کافیه اشکال بدونید، شما نیازی نیست که همه اینا رو حفظ باشید. بعد اومده در خصوص کنترل لغزش صحبت کرده. میگه برای کنترل لغزش تحت اثر باد نباید ضریب ایمنتون کمتر از 1 و ضریب اطمینانتون کمتر از 1.5 اختیار بشه. توی کنترل واژگونی چی گفته؟ گفته ضریب اطمینانتون نباید کمتر از 1.75 صدم. این ضریب فقط مقدارش رو بدونید. بعد اومده در برابر باد سطح بهره برداری صحبت کرده که گفته بر مبنای دوره بازگشت 10 ساله هستش و حد اکثر تغییر مکان جانبی نسبی ساختمان در تکلیف باری که مربوط به اینجاست میگه 25 ده ارتفاع هر طبقه مطلوب تغییر مکان جانبی نسبی که حالا توی 2800 راجبش صحبت میکنه. بعد میگه در این ترکیب بار باد سطح بهره برداری که برای 10 سال است میگه از 8 دهم سرعت مبنای باد استفاده کن. اون بار بهره برداری باد ما سرعت مبنای باد رو داریم ولی سرعت بار بهره برداری نداریم. میگه مقدارش 8 دهم سرعت مبنای باد در نظر بگیر. و در آخر هم که جداول مربوط به سرعت مبنای باد و فشار مبنا رو توی شهرهای مختلف ارائه کرده. مثلا در اسفراین سرعت مبنای باد 90 کیلومتر بر ساعت، فشار مبنا 38 صدم کیلو نیوتن بر متر مربع که به راحتی فراخوانی می‌کنه. خب بریم تستای مربوط به بخش آخرم خدمتتون نشون بدم. ببینید در بخش آخر یه پیوستی اومده، پیوست محاسبه بار دینامیکی. تا حالا از این بخش هم سوال نیومده. این پیوستی است که جدیداً به مبحث 6 ملی ساختمان اضافه شده و سوالی ازش نیومده. اما یه کار خوبی کردن دوستان. در انتهای این پیوست یک فلوچارتی ارائه شده. این فلوچارت که آخر مبحث ششمتون موجوده. محاسبه بار باد و با توجه به اینکه سازه ساختمانی هست یا اجزا و پوشش نوان اومده به صورت فلوچارتی گفت. مثلا در سازهای ساختمانی که یادتون طبقه بندی کردیم، اگه دوره تنوع بیشتر از 4 ثانیه باشه میری سراغ روش تجربی، اما اگه اچ به دبلیو بزرگتر از 6 باشه باز میری سراغ روش تجربی یا میری سراغ روش دینامیکی. انتخاب روش ها رو به شما ارائه کرده، بعد نوع استفاده از اینا رو به شما ارائه کرده. مثلا در روش استاتیکی گفته آقا تعیین سی ای، سی تی، سی دی
طبق بندهای فلان. بعد بیا با توجه به اون ارتفاع ساختمان و ارتفاع نسبت به اون بعد موازی باد شما بیا حالا بگو این ساختمان بلند هست و اون فشار مبنای باد رو بیا حساب بکن. خب مثلا توی نگاه کنید اگر ارتفاع ساختمان کمتر مساوی 20 متر باشه، ارتفاع ساختمان نسبت به عرض موازی باد کمتر از 1 باشه، میگه سی پی سی جی رو برو طبق بند فلان یه شکل 6-10-4 حساب بکن. بعد بیا فشار مبنای باد با توجه به فرمول حساب بکن. بعد بیا برو لغزش و واژگونیش رو طبق بندهای 6-10-13-1-2 رو حساب کن. ولی اگه ساختمان بلند باشه چی؟ یعنی که اچ بزرگتر از 20 متر یا اچ بدی بزرگتر از 1 باشه، میگه اینجا دیگه سی جی رو بگی 2 طبق بند فلان. بعد بیا برو سی پی رو تعیین کن از شکل 6-10-7. فشار مبنای باد رو حساب بکن، بارگذاری بخشی حالا بیا انجام بده چون ساختمان بلنده. بعد بیا برو کنترل لغزش و واژگونی انجام بده. علاوه بر اون باید کنترل تغییر شکل جانبی هم طبق بند 6-10-15 انجام بدی. اینا این 6-10-15 که گفته بود 25/10,000 ارتفاع تغییر مکان نسبی جانبی ساختمان باید به 25/10,000 ارتفاع ساختمان محدود میشه. و اگر تحلیل دینامیکی بود میگه که بیا چیکار کن، طبق پیوست 6-4 بیا ضریب سی پی و سی دی و سی جی رو حساب بکن، فشار مبنای باد رو حساب بکن، بارگذاری بخشی انجام بده، یعنی همه سطح مبنا رو بارگذاری نکن، بعضی جاها کنترل لغزش جانبی بکن. بعد از اون که کنترل لغزش رو واژگون کنی حالا کنترل تغییر شکل جانبی و کنترل ارتعاش ساختمان باید انجام بدی. تو روش استاتیکی هم که خیلی راحت، اگر اجزا پوشش نما باشه میگه سی دی و سی تی و سی دی رو طبق بندهای 6-6 7 و 12 انجام بده. بعد بیا به من بگو این ساختمون بلنده یا معمولیه. اگر بلند بود میگه سی جی رو بگی 2.5، سی پی استا رو طبق شکل 6-10-20 انجام بده. بعد سی جی آی هم بگی چقدر؟ بگی 2. بعد اینکه سی جی آی گرفتی سی پی آی هم با طبق بند 6-10-11 حساب بکن. بیا اگر ساختمون اصلی ساختمون فشار خارجی پی رو به دست بیار، فشار داخلی پی آی رو به دست بیار و تا انتها. یعنی کلش رو صورت فلوچارتی در آورده. یعنی این همه توضیحاتی که دیدین الان سریع رد شدین به خاطر اینکه همش اینجا موجوده. شما با توجه به این فلوچارت به راحتی میتونید تمام اون توضیحاتی که اونجا داشتین دنبالش میگشتید و داخل این فلوچارت جانمایی بکنید و به راحتی فرآیند طراحی یک ساختمان در برابر باد رو به دست بیارید. H که میدونیم ارتفاع ساختمانه، W عرض مؤثر ساختمانه که عموده بر جهت باده، D هم که عرض ساختمان موازی با جهت باده که اینجا به راحتی شما میتونید با توجه به این فلوچارت بار باد رو بر روی اجزا و پوشش نما یا سازهای ساختمانی حساب بکنید. بریم تستاشو با هم دیگه ببینیم. در کدامی که ساختمان هزی با عرض مؤثر 10 متر W رو داده، بار باد به روش استاتیکی کافی است. زمان تناوب ارتعاش طبیعی را از روابط تجربی میتوان به دست آورد. 1. ساختمان‌های با سیستم بارور جانبی انواع مهاربند همگرا به ارتفاع 30 متر. 2. ساختمان قاب خمشی فولادی، قاب خمشی بتونی، هر نوع ساختمان به ارتفاع 40 متر. خب اون طبق بندی که اونجا داشتیم 6-10-1-4 گفتیم آقا اون سه روش استاتیکی که موجوده، گفته در ساختمان بلند که ارتفاع آنها بیش از 60 متر یا 4 برابر عرض مؤثر آنها بوده و در سازه ساختمان‌های نرم که زمان تناوب ارتعاش طبیعی آنها بزرگتر از 1.5 ثانیه باشد فلان و فلان، بار باد به روش استاتیکی کافی نیست. گفته به روش استاتیکی کافی است و باید یکی از این سه روش استفاده کنیم. این بخش سازه های نرم دیگه. ببینید الان به ما اومده ارتفاع رو داده و سازه ها میخواد سازه نرمش رو بررسی کنیم دیگه، چون اونه که گفته ارتفاع بیش از 60 متر یا 4 برابر عرض. خب همه اینا کمتر از 60 مترن و همشون مثلا بیشترینش که 40 متره، گفته باید یا 4 برابر عرض مؤثر آنها دیگه 10 میشه 4، بزرگتر که نیست. یعنی که ارتفاع آنها بیشتر از 4 برابر عرض نیست که مساوی 4 برابر عرضه. پس هیچ کدوم این دو تا شرط ندارن، اما ممکنه سازه نرم باشن. آخرینش که 40 تقسیم بر 10 مساویه دیگه، بیشتر از 4 برابر عرض مؤثر نیست.
حالا باید بریم ببینیم که زمان تناوبشونه که گفته با این فرمول حساب بکنیم هست یا نه. خب توی سازه اول این 12 صدم اچ به توان 8. سازه اول چی بوده؟ سیستم باربر نوع مهاربند همگرا. سایر باربرهای جانبی گفته 44 صدم اچ. 44 صدم ضرب در 30 متر میشه 1.32 که کمتر از 1.5. گفته اونایی که بزرگتر از 1.5 شما چی ببینید؟ باید علاوه بر استاتیکی دینامیکی هم بزنید. اونایی که کمتر از 1.5 فقط استاتیکی بزنید. الان همین گزینه 1 چون کمتر از 1.5 شده این فقط استاتیکی براش کفایت میکنه دیگه. اون دو شرط اوله که نداشت، ساختمان هم هستش، دودکش و اینا هم که نیستش، تی ایش هم کمتر از 1.5 ثانیه است. پس برای ساختمان با سیستم عرض شود خدمتتون که باربر جانبی نوع مهاربند همگرا به ارتفاع 30 متر شما فقط استاتیکی بزنید کفایت میکنه دیگه، نیازی نیست دینامیکی بزنید. دو چیه؟ دو فرمولش چیه؟ قاب خمشی فولادی. قاب خمشی گفته چی؟ 12 صدم اچ به توان 8 دهم. 12 صدم سی متر میشه 1.82 که بیشتر از 1.5. یعنی علاوه بر استاتیکی دینامیکی هم بزن به این. و آخری هم که شده 1.72. یعنی این هم استاتیکی داره هم دینامیکی. این تی ای مساوی 1.32 که فقط استاتیکی کفایتش میکنه. پس میشه گزینه 1 جواب سوال. به همین راحت. هرگاه برای یک ساختمان خاص سرعت مبنای باد بر اساس آماری تعیین گردد، حداقل سرعت قابل قبول مطابق کدام که گزینه‌های زیر خواهد بود؟ طبق بند دیگه سرعت مبنای به سرعت متوسط باد در ارتفاع 10 متر از سطح زمین که احتمال فرآوردن در سال کمتر از 2% یا 50% باشد. در ادامه چی گفته؟ گفته این سرعت در حال نباید کمتر از 80 کیلومتر در ساعت اختیار شود. 80 کیلومتر بر ساعت همون 22 متر بر ثانیه هستش که میشه گزینه 2. شما ضرب در 1 به 3.6 یا 1000 متر تقسیم بر 3600 ثانیه کنید، متر بر ثانیه‌تون به دست میاد. اگر سرعت مبنای باد در منطقه 95 کیلومتر بر ساعت باشه، فشار مبنای باد چند کیلو نیوتن بر متر مربع خواهد بود؟ به راحتی داخل فرمول میذارین وی که باید فقط نکته اینه که این وی بر حسب متر بر ثانیه هست که اینجا باید جانمایی بشه تا مقدار کیو بر حسب کیلو نیوتن بر متر مربع درست حساب بشه. این نکته‌ای که داره، چون گفته 95 کیلومتر رو باید به متر بر ثانیه تبدیل کنید تا کیو بر حسب کیلو نیوتن بر متر مربع به دست بیاد که گزینه 4 میشه 43 صدم کیلو نیوتن بر متر مربع. در محاسبه ضریب بادگیری وجه پشت به باد ساختمانی ارتفاع مبنای H چند متر می باشد؟ گفتیم با توجه به اون بندهای الف تا ت ارتفاعی متفاوتی، اون زدهای متفاوتی باید در نظر بگیریم. الان این برای کجا رو خواسته؟ وجه پشت به باد ساختمانی که بلند مرتبه تلقی می‌گردد. میریم توضیحات رو می‌خونیم. برای ساختمان‌های منطبق ارتفاع ساختمان بیش از 20 متر در سمت رو به باد برابر ارتفاع نقطه مانند نظر است. برای سمت پشت به باد نصف ارتفاع کل ساختمون در نظر گرفته می شود. خب ارتفاع ساختمون پشت به باد 30 متر، نصفش میشه چقدر؟ 15 متر. یعنی گزینه 4 چون گفته بلند مرتبه دیگه. گزینه 4 جواب سوال. سوال 50 کدام یک از عباراتی در اثر باد امتداد عمود بر شیب سقف پای شیبدار صحیح است؟ با مقدار نیروی باد مستقل از زاویه شیب است. 1 2 با افزایش زاویه شیب با مقدار نیروی باد کاهش می‌یابد. 3 با افزایش زاویه مقدار نیروی باد افزایش می‌یابد. مقدار نیروی باد در صورت که زاویه شیب سقف بیش از 45 درجه باشد. نگاه کنید ضریب ترکیبی فشار مکش با توجه به شیب آقا بر جهت باد عمود بر شیب سقف باشه. نگاه کنید ببینید جهت باد عمود بر شیب سقف، این شیب سقف، این جهت باد، می‌بینید جهت وزش باد، این هم جهت شیبه، به این سمت، این به این سمت داره حرکت میکنه و عموده. زاویه نگاه کن میگه آقا من کاری ندارم زاویه 0 درجه 10 درجه 20 درجه یا 90 درجه است، همه ذرایع برابره. یعنی وقتی جهت باد عمود بر جهت شیب سقف میشه دیگه مستقل از زاویه شیب سقف میشه.
یعنی چی؟ یعنی گزینه 1. یعنی شیب هر چی باشه وقتی جهت باد عمود بر جهت شیب سقف باشه مقدار برابری میده و مستقل از شیبه. پس گزینه 1 صحیحه. این با توجه به این جدول حساب میشه دیگه. نگاه کنید ما جهت، نگاه کنید ما 2 جهت داشتیم دیگه. 1 جهت باد همسو با شیب سقف، 2 جهت باد عمود بر شیب سقف. وقتی که همسو با شیب سقف اثرگذاره تو نیرویی که داره اعمال میشه. واسه از 0 تا 5 درجه یه سری نیروها به اعمال میشه، تو 90 درجه مثلا یه سری نیروهای دیگه اعمال میشه. ولی وقتی جهت باد عمود بر جهت شیب سقف تو این شکل دیگه مستقل از شیب سقفه، دیگه کاری نداره شیب سقف چند درجه است. میگه آقا من همون نیرو رو به شما اعمال میکنم و ارائه میکنم. به خاطر همین مقدار نیروی باد مستقل از زاویه شیب سقفه، چون جهت باد عموده. این سوالم جالبه. میگه یک سالن ورزشی با سازه فولادی با سقف شیب‌دار بر روی زمین نوع 2 در تهران طراحی و نقشه‌آن تهیه شده. با فرض زمین و خاک مشابه تهران در کدام یک از شرایط بدون کنترل محاسب از این نقشه‌ها استفاده کرد. فرض شود که نقشه‌ها از نظر معیاری و تحصیل جواب بوده و بار زنده و مرده یکسان میباشد. درست شد؟ ببینید یک سالن ورزشی با سازه فولادی یک طبقه قطعاً بار باد روش حاکمه. یعنی شما باید این لحاظ باد بررسی، این نکته کلیدی بود که شما باید می‌دونستین. حالا توی حل سوالم آوردیم در ساختمان‌های صنعتی همیشه نیروی باد در طراحی حاکمه، نه نیروی زلزله. غالبا به این صورته، بالای 95%. پس میان چیکار می‌کنید؟ اون فشار مبنای بادی که قراره تهران بهش اعمال بشه، ببینید تو شهرهای دیگه هم اعمال میشه. هر شهری که فشار مبنای باد بیشتری داشت قطعا اونجا جواب نمیده دیگه. و اونجایی که فشار مبنای بادش کمتره اونجا جواب میده. خب تو تهران سرعت مبنای باد 100 کیلومتر بر ساعته. پس هر جا که سرعت بیشتر باشه اونجا جواب نمیده دیگه. پس سرعت کمتر جواب میده. در عراق هم در آورده 100، تو قصر شیرین 90، تو مراغه 120، سمنان هم 90. کجا قطعا جواب نمیده؟ میگه نمیتوان بدون کنترل محاسبات استفاده کرد. اونجایی که سرعت مبناش اصلا بیشتر، یعنی مراغه گزینه است. پس هر جایی که سرعت مبنای باد ما اگه همه شرایط دیگه برابر به سرعت مبنا افزایش پیدا کنه، اونجا دیگه نمیتونید سازه ها رو شما استفاده بکنید و اونجا باید این محاسباتون دوباره کنترل کنید. پس روی کردیم در خصوص بار باد هم متوجه شدیم، تشخیص روش تحلیل و به دست آوردن ضریب CP و CG و فشار مبنای باد و اون فلوچارت که انتهای پیوست انتهایی بار باد بود و با هم دیگه استفاده کردیم.